ببینید قرآن چی برکت دارد، قرآن چی کتاب است. حضرت ابن عباس میگه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. حضرت ابن عباس میگه پیغمبر خدا خیلی مرد سخی بودن، در ماه همه وقت سخی بودن، از همه سخاوتمندترین مرد در ماه مبارک رمضان بودن. حبیب خدا میگه، حبیب خدا میگه از همه مرد با فیض و با برکت و سخاوتمند در ماه مبارک رمضان بودن. میگه پیغمبر خدا میگه، حضرت ابن عباس میگه وكان اجود الناس حين يلقاه جبرائيل. از همه مرد با وفا با سخا بودن که هر شب با جبرائیل امین می نشستن. جبرائیل امین پیغمبر خدا را قرآن تعلیم می داد. اما ببینید وقتی ماه رمضان می شود، شبهای تراویح در ما وقتی با همراهی امام در ختم قرآن هستیم، ببین که این ماه ماهی با وفا است، ماهی سخاوتمندی است، ماهی است که هر شب جبرائیل امین می آمد. جبرائیل از همه ملائکه قریبترین درگاه پروردگار است. جبرائیل رساننده وحی به انبیا است. جبرائیلی که در شب معراج با پیغمبر خدا در 7 آسمان سفر کردند. جبرائیلی که قرآن در مدت 25 سال با حادثه ها و تاریخ های گذشت به پیغمبر خدا رساندند. جبرائیلی که رساننده پیغام بین انبیا و خدا هست. جبرائیل هر شب پیش پیغمبر خدا می آمد. در ماه رمضان با پیغمبر خدا ملاقات میکردند. فیدارسه القرآن، پیغمبر خدا را قرآن تعلیم میدادند. انا این فضل و برکت نماز تراویح است که وقتی مسلمان در نماز تراویح می آید، این قرآن روز قیامت، این سخن خدا پیش پروردگار مسلمانی که در نماز تراویح اشتراک کرد، قرآن روز قیامت چی می گفته است؟ یا ربی فشفعنی فی، پروردگارا من را سبب بگردان که این بنده‌ات را شفاعت کنم. خدا از اعمال و زندگی رمضان ما و شما با خبر است، احتیاج به خبر کسی ندارد. اما خوشحالی از پروردگار در آخرت است. مانندی که سوال میکرد است که این بنده چیکار کرد است در دنیا که توی را شفاعت کنی. در برابر شفاعت پیغمبر خدا به اذن خدا 2 شفاعت دیگر است، یکی شفاعت رمضان و شفاعت قرآن. رمضان میگفته است، قرآن میگفته است یا ربی منعته النوم باللیل، پروردگارا من شب راحتی ای را گرفتم. شب این بنده ای تو از خوابمان در نماز تراویح صدای قرآن میشنید. قاری وقتی یک پاره قرآن تلاوت میکرد، این در صفع ساده خدایا سخنی تو را که این قرآن منم سخنی تو هستم، این را گوش میکرد، در نماز میایستاد. شب در خانهش رفته قرآن تلاوت میکرد، آیاتها و سوره های میدانستگیش تلاوت میکرد. خدایا قسمت راحتی خواب شب ای را گرفتم، خدایا من را سبب بگردان که من را شفاعت کنم. خداوند شفاعتی قرآن به این بنده نصیب میکرده است. رمضان صدا میکرده است ماه قرآن. یا ربی فشفعنی فی، پروردگارا من را شفاعت کننده این بنده بگردان. این بنده در دنیا چیکار کرده است؟ منعته النوم، منعته الاکل و الشرب و الشهوات. شهر قرآن، ماه قرآن، ماه رمضان میگفت از پروردگارا من این بنده‌ات را در روزهای رمضان خوردن و آشامیدن را منع کردم.
نزدیک با هم سر بودنش عملهای شهوانی را از اون منع کردم. خدایا این بنده به خاطر تو دست کشید، گرسنه و تشنمان اما رضای تو را از همه بالا شمارید. خدایا اجازت بدی من این را شفاعت کنم. الله اجازت میداده است، رمضان شفاعت میکرده است. هر مسلمانی را که شفاعت حبیب خدا محمد صلی الله علیه وسلم، شفاعت قرآن، شفاعت رمضان باشد، تمام نعمت جنت برای او است، تمام نعمت بهشت برای او است. این رمضان است. حدیث ابی امامه الباهلی رضی الله عنه، یکی از صحابه های پیغمبر خدا ابی باهلی، امامه ابو باهلی میگن سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خدا را شنیدم که درباره قرآن چی میگفت. خطاب به سوی امتانش کرد پیغمبر خدا: ای امتان من، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. حضرت امام مسلم این حدیث روایت کردند: ای بندگان من، ای امتان من، شما قرآن را تلاوت کنید، زیرا روز قیامت، در اون روزی که یوم لا ینفع المال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روزی که دیگر مال و ثروت و عزیزا و دوستاتون فایده ندارد، در اون روز انا همین قرآن است. پیغمبر خدا میگه، این آیتی مبارکه گفتیم، خدا میگه دیگر مال و ثروتون فایده ندارد، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی با دل پاک و عمل صالح پیش خدا آمده است. پیغمبر خدا میگه قرآن تلاوت کنید، روز قیامت قرآن شما را شفاعت میکنه. برای همین برادران مسلمان قرآن خوانی را یاد بگیرید، کمترین از روی کتاب. اگر ندانید هر روز در خانهاتون سوره های در نماز میخونید، یک بار بخونید که این زمین، این خانه شما در روز قیامت به شما شاهدی دهد. زیرا پیغمبر خدا میگه هر یک شبره زمین، هر یک وجب زمین در روز قیامت پیش خدا دا شاهدی میده، پیش خدا دا. خدا میگه این زمین را برای بندگانت، زمین میگه من را نعمت دادی، از زمین از من میگه اینها تمام نعمت ها از آب و گیاه و از مواد خوراکه ایزا از من استفاده می بردن، در زمین چکار کردن؟ وقتی او زمین تلاوت قرآن است، پیش خدا آدم می گفته است این خانه مسلمان خانه تلاوت قرآن بود. برای من یک آیت هم باشد در خانهاتون بخوانید، این قرآن شفاعت میکرده است. ابو هریره میگه پیغمبر خدا درباره بزرگی قرآن، ببینید رمضان ده هممون جمع میشیم، قاری را گوش میکنیم، بعضی هامون با دانشمند میپرسیم این آیه چه خیلی خوانده میشود. حبیب خدا میگه مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، هر گروهی از بندگان خدا که در یکی از خانه های خدا در مسجدها جمع شوند، یتلون کتاب الله، اونها قرآن بخوانند، مانندی که قاری امام میشود و قرآن ختم میکند در روز یک پاره، و یتدارسون فیما بینهم، از یک دیگرش حرفهای قرآن میپرسند، قرآن تعلیم میگیرند، الا نزلت علیهم السکینه، در اونها آرامی میآید، آرامی از درگاه رحمت پروردگار. ببینید وقتی رمضان در مسجدها مردمای زیاد جمع میشوند، همه آرام است، یک قاری تلاوت میکنند. پیغمبر خدا میگه این آرامی از درگاه پروردگار است. و غشیتهم الرحمه، رحمت پروردگار اون اطراف مسجد میگیره. ملائکه هایی که عددی اونها معین ندارن، گروه گروه فرشتگان در ملائکه ها جمع میشوند. و حفتهم الملائکه، ملائکه ها میگه اطراف این بندگانی تلاوت کنندگان قرآن در مسجدها جمع میشوند. و ذکرهم الله فی من عنده، از همه بالاترین پروردگار فخر میکرده است.
پیش ملائکه ها در پروردگار میگفت از این ملائکه ها ببینید بندگانی که من در دنیا اونها را خلق کردم، چشم و رزق و نعمت دادم، دست دادم، پا دادم، ببینید که در همه مسجدها اونها جمع شدگی هستند. پیش ملائکه ها در پروردگار فخر میکرده است با جمع شنندگانی در اطراف قرآن در مسجدها. این فیض و برکت ختم قرآن است، این فیض و برکت رحمت الله است که ما با خاطر قرآن در مسجد در رمضان جمع میشویم.